در طول 20 سال گذشته سرعت رشد اقتصادی تاجیکستان استوار و سالانه تخمیناً به 7.2% برابر بود. اما امسال بانک آسیایی رشد پیش بینی میکند که رشد اقتصادی تا 6% پایین خواهد شد. بانک روند مذکور را به کمبود جایهای کاری ربط می‌دهد. شماره اهالی قابل مهنت به حساب میانه هر سال 3% زیاد می شود، اما تعداد جایهای کاری همگی 0.7% افزایش می یابد. 2.3% اهالی قابل مهنت به جای کار می ماند. تشکیل جایهای سرمحصول کاری خیلی مهم است. متخصصان برای جلوگیری از این روند توصیه‌های خود را پیشنهاد نمودند. به قول آنها بهبود فضای سرمایه گذاری، کم کردن نهادهای نظارتی و حل بحران بانکی ناگزیر است. به باور همین متخصصان فضای سازگار برای تجارت باعث به تشکیل جایهای نوی کاری می شود. نظام سالمی بانکی ضرور است تا اینکه دسترسی نداشتن به مبلغ برای صاحبکاری مانع ایجاد نکند. برای نگهداری میزان بلند اقتصادی و تشکیل جایهای نوی کاری بعضی از چاره‌ها وجود دارند. در صورت برطرف گشتن مشکلات موجوده، جلب سرمایه خارجی برای تأسیس کارخانه‌های نو در کشور آسان‌تر خواهد بود. فعلا در تاجیکستان مردم زیاد بیکارند. برخی از کشورها با استفاده از چنین نیرو توانستند اقتصادیات خود را قوی نمایند. فضای آزادی صاحبکاری در کشور نه تنها بر رشد فعالیت تاجران داخلی تاثیر می‌گذارد، بلکه برای جلب سرمایه خارجی مساعدت می‌کند. سرمایه گذاران خودشان تصمیم می‌گیرند که برای آنها تجارت در این کشور خوب است یا نه. ولی تحلیلگران تاجیک باور ندارند که به این زودی در این بخش تغییرات جدی صورت بگیرد. آنها میگویند فساد گسترده، پشتیبانی از صاحبکاران علاهیده که با حکومت نزدیکی دارند و مونوپولیا شدن بعضی از ساحه‌ها به اصلاحات اقتصادی در کشور مانع ایجاد می‌کند. اساس قانونی وجود دارد. معیارها و قاعده‌های جهانی در این زمینه قبول شده‌اند، ولی متاسفانه بعضی از حالت‌های سوبیکتیوی به مانند جلب مبلغ و فایده سوبیکت‌های خواجگی‌داری به چاره‌بینی‌های مختلف فرهنگی و ورزشی و دخالت عمومی در فعالیت صاحبکاران وضع اقتصادی کشور را بدتر می‌کند. با وجود آنکه پیشبینی بانک آسیایی رشد خوشبین کننده نیست، اما اقتصاد تاجیکستان در نهایت امر به وضعیت کشورهای شریکان تجارتی آن از جمله روسیه و قزاقستان و ازبکستان سخت وابسته می باشد.